گداریا رادیو تزش مسکو دکن سلاف و دمو بخیر گدارین دلال رادیو تزه اندکارن ببین طور اینترنت بوی ناونی شانه مالپر ریا تزه نقطه کم ایرو شمیه 8 ایلونیه گداریا دنگو باسین گرینگ ین به هفته بکن 5 ایلونی انجمن سرکاتی یکتیان اجتماعی کردستانی جویا دجبینی دا پرسین گریدای عراق و البشارترین گیشتی ین هریم کردستانی او قیران دارایی گوتو پیش کرد پشتی جوینی انجمن سرکاتی ینگی داخینیک بلاف کرد و درباره پیکانین حکمت عراقی او رک خستنا بیوندین نابرای هریم کردستانی او بغداد دا داخینی دا هات کفش کردن درباره البشارترین پارلمانتای کردستانی جی انجمن سرکاتی ینگی راگیاد بریار او سیاست دموکراسی یا ینگی اوه البشارتن دم خود واره انجام دان بوی برنا ویجی همو آمده کاری هات نکردن درباره کرکوک و نافچین داگرکری ین کردستانی دا ینکی راگیان دیه پیویست هیزا پیشمرگه آسایش و پولیسا کردستانی پیوشی گل پولیس فدرالی برپساتیا ابلیه نافچین که پسگریک سرهرن هورا بکن ریبری گیشتی کمیسیون بلند یا سرب خویا هلبجارتن و راپرسیون یا هریم کردستانی کاروان جلال راکیان که روز 5 ایلون آلین سیاسی دکارن دست پروپاگاندا هلبجارتن آن بکن اوی دخیا کرد که همو آلی و نامزدین که بشداری هلبجارتن آن دبند کارن پوستر و دروشمن خواه لوان جین که کمیسیون دستور دایه دار دکن جبو بشدار بون هلبجارتن نوی جاری ین پارلمانتوی کردستانی 31 لیسته و پیمانی هات نپسند کرن و وان لیسته جیب گیشتی حفظت نبر بجیر دست نشان کرنه پیکاتای ترکمن مسیح ارمنجی 6-4 به بجیر دست نشان کرنه گوری بریارا کمیسیون بلند یا سرخوی البجارتن او راپرسیون دما پروپاگاندا البجارتنی 20 روزن حتی 28 روز ایلونی بردوام دبه پارلمانتوی کردستانی 111 کرسی هنه 100 کرسی جبو گیشتی 5 کرسی جبو پیکاتای ترکمن 5 کرسی ین کلدان سوریان و آشوریان و کرسی اکجیش ارمنیان را بریار روز 30 ایلونا ای سال بجارتن 5 یا پارلمانتوی کردستانی بریو بچن حتی آنها جید نو بشکش آلین سیاسی و کولیسان دا بحث پاشخستدان بجارتنان تیکرن لی کمیسیون دبیجه حتی ناجی تپاتیه که فرمی دا خواه پاشخستنه نکریه لباجوری سلیمانی جوینا شاندا پای بلند یا پارتی دموکرات کردستانی گل تفگر و گرانی دست بکر جگری سروکی پدکی دجیروان برزانی سرکاتی شاندا بی پارتی دکر شاندا پای بلند یا پدکی 4 ایلون گیشت بارگه سرکی یا تفگر و گرانی لباجوری سلیمانی اوش آلی سروکی گیشتی یه گرانی عمر سعید علی و هات پیشوزی کرن پشت راجی جوینا نجیروان برزانی گل رایدرین گرانی دست بکر جوینا شاندا پدکی او نجیروان برزانی گل تفگر و گرانی چرچوای وان هبدیتن او جوین گل آلین سیاسی ین هریم کردستانی داده که دمک دست بکریه هات زانین بجارتن پارلمانتوی کردستانی و همانهنگی آلین کردیل بغدای دو مجارین سرکه ین گوتو بیجانا برانی جروان برزانی و برپرسین گرانی بون تفگر گرانی دا خوزا پاشخستان کامپانی هل بجارتن پارلمانتوی کردستانی کریه لی هل بجارتن دی دم خو دیار کریده بریوا بچه گور زانیاریان جبیند نابر پارتی دموکراتی کردستانی و تفگر گرانی دا خواست کریه کامپانی هل بجارتن آن هفتیه که حتی 11 می به پاشخستن لیشان دا پدگی تکازیل سرپیویستیا بریوچون البجارتن آن دماخوی دیار دا بریوا بچه شان دا پدگی روژا یک شمی و هفتی الگل هر یک امیر کمال اسلامی کردستانی علی باپیر او سروک پیمانی بو دموکراسی او داد پروری برهم سالت جویا بو سردنا 5 ایلون یا شان دا پدگی او جوین هر دو آلیان پشتی 14 میش قطبونا پیوندی نابر هر دو آلیان تی جوین یا نابر شاندن پدگی او گرانی هر واج بو آسایی کردن پیوندین و نیشتن آلوزیان نابر واندایه اندومی سرکاتی پارتی دموکراتی کردستانی و سروکی لیست پدکی بول بجارترین پارلمانتوی کردستانی همین اورامی کردستان 24 راکیان پیوندین پدکی و ینکی بردوان دبن هر وا پدکی دخوازه رو پیلک نوب تفگر و گرانی را وکه و پرسگریکن بری جورا سر بکه اف دخینی اورامی دمکی دایکو روز 4 می شاندک بلندیا پدکی سردانو مکویا بورگه سرکی یا تفگر و گرانی الباجوری سلیمانی کرد و پرسا بریبه بردان بجارتنان گوتو پیش کرد دجوین دا تفگر و گرانی در گرانی خوش سخت کاریا د پروژه هلبجارتن دا داکفشی و بشکره دا خوز کرد دوی شرط و مرجی دا هلبجارتن نهبن
جبرکیم بونو الکتریکی و خارن نبونو در فکر کار گندلی و گوه ندان حکمت عراقی پارزگه بس رای اف چند روزن که ولاتین وی پارزگه دژ حکمت خوبشندانی دکن خوبشندار نرازی حتی نهاجی چندن اوفیس و برگین سر حکمت و هین پارت سیاسی بس رای شوتاندنه و خوبشنداران آویا شردری باس رای شوتاندن هروا هجمار کش خوبشنداران الریا بندر القصر که بندر استراتژیک و جی هنردکن پترول عراقی السر هاتن چونی داخستن انجام چبون آلوزیان و بکارانینا هزیل دژی خوبشندان خلقی بسرا چند خوبشندار هاتن کشتن تو اوب دهان برینتار بون دسته مافین بروان یا عراقی هجمار قربانین خوبشندان چند روزن ببری یلن پارزگه بسرای اشکره کرد پیشمی 6 ایلونی دخینی خدا دسته مافین مروان یا عراقی دیار کرد که خوبشندان چند روزین در بازبوی دا نکس شالی هیزن اولی ین عراقی و هات نکشتن همان دسته هروا دای خیا کرن که دالوزین و برا خوبشندان و هیزن اولی دا نوتسیکس جی بریندار بونه شالی خواه نتوین یگرتی دلگرانی خال سرکشتن دا خوبشندان بسرا را گیاند نونری سکرتاری گیشتی ین نتوین یگرتیش بو کروبارن عراقی یان کوبیست داخینی که دا خوشک تا عراقی که هزیل دژی خوبشنداران کار نینه و وان کسان جذاب که دژی خوبشنداران تندیب کارانینه هر وا دخواست کرد که حکبت همو بزوان بکه تا که دخواست این خلق باسته بینبجی سروک برزانی دلگرانی خال سر جانش دزدانا هجمار کش خوبشندارن بسرا را گیاند و هفخمی خو لگل مالبتن قربانیان داخیا کرن و هیویا پاشبوینه که بلز جبرینداران را خواست داخینی که دا سروک برزانی دبیشه خوبشندان و در برین نرازی بون جمافی خلقیه تمندمی دا جمافی خلقی بسرای جیانه که باشتر بشین جی مخابنی کل زنگترین باجارین جیانی آوا و خارن دست خلقی ناکبه و نخوشید نواندا بلافده بن سروک برزانی دیار کرد که تجاری نازی و حسکرنا خلق باجاری بسراج بیر ناکه دما که گرمی پیشوزیا برزانی نمر و هوارین وی کرن کش بر خبات دژی ستم و جدابونش بو دمکی تریش چوبون یکتیا سوویتی داویا داخینی دا سروک برزانی هیوی خواست رئیس الموفین خلق بسرا را بگرتد و داخواست اینوان بینبجی کرن داخواست خوبشنداران جی کرد باوی که آشتیان و دور شتندی خوبشنداران بکن پیشمی 6 ایلون توپخانه‌ین کمرا اسلامی ایرانی دست تو باران کردن هین دورین سینورین باشوری کردستانی کریه گور زانیاریان هزین ایرانی سینوری نحیا سیدکانی یا سر قضای سورانی و تو باران کردن لبری نحیا سیدکانی داخینی که دا گوت توپخانه‌ین ایرانی زوزانی بربزین ین سینوری دور برا دوست تو باران دکن الباجر عفرینش بلی طلان کرن و دزیا مال و سامان خلق شالی گروپین چکدار و هجماره که مزن خلق سیویلی جیتن رواندن و گف المالبت وانتین خارن اگر پرنج وارا نشینن دیوان کسین رواندی بکشن در باری وان بیارن هجماره کشری خستن و سازین مافی مروان هفدانان دکن که وان من پیکنان بلگه بکن داکو رادستی سازین مافی مروان ین نو دولتی بکن پشتی در بازبون آتش ترکی بو عفرینی هجماره کش گروپین چکدار که آلیگر بون داگر کن عفرینی دا حق سیویل دراوین دا کش مالبتن وان پرایان ور بگرن در باری وان به پیکنان دا اوش برکوریل پیش در بازبون وان سازیان بو خاک عفرینی گرتینه هین ریخستن و سازیان مافی مروان دریا هین چفکانیان تایبت را وان بویاران بلگه دکد دا که رادستی سازیان نادولتیین تکدار مافی مروان بکن دمه گلان بوری دا دیداره که پاریزر سور باجار آبودی هاتل درخستت کده دا پلاتفورما پاریزر سورش بو بروانی عفرینی هاتل دا مزراندن اف پلاتفورم 313 مافناست دا کار دکد و دی بویارین رواندن و کشتلین عفرینی بلگه دکن دا که پیشکشی داد که توان باری نادولتی بکن الگوری آگاهین کمله مافی مروان جزیری 2000 بویارین رواندن و خلق سیویل جنوان بلگه کرینه که جوان 730 مالبتین کسین رواندی هاتنه پیشکش کرن وزیر الهوانین سوری علی حیدر را گیاند سردریو دولت سوری با کوری سوری را که نها دست کردان دایه اوی مینان آف چیدن به او تو تایبتمندی جوی دوری را تنهیه علی حیدر جاجانس سپوتنیک یا روسی را گیاند که او نکارنج داین تخناف پارزگین سوری یان بکاتاین سوری دا او تایبتمندیه که بدن بکاتای که سوری گوتون حیدر او مینا هر پارزره که سوری کار لگل با کوری سوری بکن او تو جدایی با کوری سوریش پارزگی دنین سوری تنهیه در باری هبونا پیبندین دا بر کردان و امریکا دا
آواتی گوت جدوی افکردن گل آمریکا کار دکن پشت خوابدن آمریکا و بری خوابدن دولت سوریه. وزیر آشتیا جواکیا سوریه درباره ماجرا ایدلیب جیراکیان که پیش بینی دکش بو ایدلیبش کومن چکدار ین تندراف وره رزگار کرن. گفتن وزیر آشتیا سوریه دمکی دنای چند جران شاندن میلیسا سوریه دموکراتیکش بو دانستاندنان بری خودان شما پیتخت سوریه و هر دو عالی کمیتین هر بهش بکنین لی حتی ناجی تو انجام کوان جبینان تنیه. مجلس سوریه دموکراتیک به اندام ریبرین خاصر و سیویل یم باکور و رجلات سوریه را جویا دکو ریبرین خاصر یا باکور رجلات سوریه آبا بکه. دجوین دو افسروکا مجلس گشت یا ریبرین خاصر یا باکور و رجلات سوریه سیام قری و آخوی. افسروکا مجلس گشت یا ریبرین خاصر یا باکور و رجلات سوریه سیام قری و راگیان. پشتی کو کمیته آمده کاریا دو مزراندن ریبرین خاصر یا باکور رجلات سوریه خبات خواب داوی کردن. اف ریبرین پفکاریا همو ریبرین خاصر و سیویلین همو بکاته و هیزن نشتیمانی هاته آوا کرن. سیام قریو داوی آخفتن خدا گود که ریبرین نو هاتی آوا کرن دیپ همو به پرسیارین خواهین قناقو به ارابه و ده کوردیناسیون دا بروان ریبرین خاصر و سیویل ین باکور و رجلات کردستانی دا بکه و ده همو آستنگین پیشا گلن باکور سوری درد کبن چارا سر بکه و خبات خواه بر سوری که دموکراتیک و نه ناوندی و بردوان بکه. روزا چهارشنبه روزنامه و مالپرین ایران بگرنگیه که مزن بحثا برسی و اندامی سرکاتی پارتی دموکراتی کردستانی همین هورامیش وزیر دروایی ایرانی محمد جواد ظریف را کردن. چهارشنبه همین هورامی برسی و دخینین جواد ظریف دا کل پارلمان ولایت خدا گوته بو و رئیس آل کردستانی نگرفته بو. برسی و خود همین هورامی دبیشه من باور ندکر وزیر دروایی ایرانی کب کسی که دیپلمات و اکادمی و بریستی ناس کردن که وان دخینین بده. درباره آل کردستانی همین هورامی گفت دانین آل کردستانش با هر کرد و کردستانی که جی سرفرازیه درباره گوتنا ظریف که وی سری خوش آل کردستانی نجمان دید مرسیم آنینا ترمی جلال طلبانی دا بری هر تشتی دواب وزیر دروایی ایرانی همور کاری روی مرسیم زانبیه جبر که ملبت طلبانی بخوا سروکاتی و مرسیم دگر نکو سروک بارزانی درباره ریفرندوم سرخوبون کردستانی هورامی تکس کرد که ریفرندوم موفقی سروشتیش همو گلان را و کارکی درست و روا بوش گل کردستانی را اگر شاشتی باید گل کردستانی به نوت 3 سلفا دنگش بو سرخوابونی ندادا لی شاشتی جوان کسان بو کد جتیا و پروژیا آشتی خاص و دموکراتی یا گل کردستانی کرن. داویا برسی و خودش بو وزیر دروایی ایرانی همین افرامی گوت را گیاندن و هلوستین نروا برنبری خلق کردستانی پس گره که نخواهین ایرانی جارا سر ناکه. به بریار پرزگاه آمدی ل 15 گند و 22 دورین سرب نافچین لچه و هینه قدغه هاتون چوین هات را گیاندن. گوری دخینی پرزگاه آمدی هیز نوله ین ترکیه دلوان دوران اپراسیون سربازی دجی گریلاین پارتی کارکرین کردستان الدار بخن لما بریار قدغه هاتون چون الوان گند و دوران هاتیه دان. دخینی دا هاتیه گوتن که قدغه دمشمار شزارت ششا ایواری روژا دشمی و دست بدگه و دی حتی در قصدن دخینی کتن شالی پرزگاه و بردوان به. که آمدی دستیشان کری آلمان جواج را گیاندن قدغه در کتنا در و الوانگند مدورن پراستن جان ولاتین سیویله. 30 گندن و 3 نافچین چولمیرگی با کوری کردستانی در کتنا در وحات قدغه کردن. پرزگاه چولمیرگی دازانین چرچوه اپراسیون دژ پککی دا 30 گندن سر باجروکن شمزینان گور و چلی وکی هریمن اولکاری لشکری هات نهراگیاندن و ناب ولاتی به دستور سردان دورن قدغه کری بکن. گور داخلی پرزگاه دم قدغه 6 ایلون دست بدکه و حتی 20 ایلون بردوان دکه. تی چوبره کردن پشتی راگیاندن قدغه آتش ترکی دوان دورن دست اپراسیون بکه. شو دشمی و اجماع که مزن شخالقی پیشا گرتیگه رچایی یا باجوری کرچ کم بوده داکو پشتوانی خور زندانی سیاسی کرد رامین حسین پناهی را بدن خیا کرن. امجد حسین پناهی برای رامین پناهی را گیاند که همو افدنگن بحث ابدار وکرنا رامین دکن نراستن و گود تاوی کنان رامین زندیه لی هنجی جانوید مترسی دایه و اوانو بترسه که نشکی وی بدار وکن. امجد پناهی گود جی پشتی گلک فشاران روژا سیشم ری هات داین که دیو باویوان
رامین ببینن روزا دوشمی هجمونه که مزن چالاکوان و ریخستن مافی مروان و ریخستن نادولتی دخواست دکن که جزای بدار وکرن سر رامین پناهی به روستاندن حتی نها دستلات دادواری یا ایران آمده جزای بجیبگه رامین پناهی 23 هزیران 2017 بسبب اندامتید پارتی که سیاسی در رجلات کردستانی شالی حکومت کمرا اسلامی یا ایرانی و حاتیه گرفتن و 25 چله 2018 دا جزای بدار وکرن البیهات برین السرسينوري هاتاي و إدليبي لف و تفكيرين هزن تركيا زيدا بونه الجور هن انو تشان قالك كاش إدليبي باستان در بازي تركيا دبن هش قالك دبرين تركيا برسينوري سوريا هز اولوين لشكري تين شاندن هزن تين شاندن سرسينوري إدليبي لجبر اگرو دست بكن اوپراسيون ارتش سوري تين بجيكرن علي دن هج مرة كاسنش إدليبي در بازي تركيا دبن زيدا دبه هات دست نشان کرن باستان قالك كاش داري سينوري در بازي هاتاي دبن وزيري در وي تركيا دا بخیا کرن اگر ایدلیب اپراسیون دست ببکه دبکش 2 میلیون زیادتر کس بری خوابتن ترکیه دنگ و بحثین جیانی سروکی آمریکای دونالد ترامپ روزنامه‌وانی نافدار و دانری پرتوکا ترس بوب وودورد دروین بناف کرد برکد پرتوکا خود گوتیه ترامپ فرمانده بو وزیر بروانی آمریکای جیمز ماتیس که سروکی سوری بشار اسد بکشه لی ماتیس فرمانه ترامپ بجی نکرد السروی گوتن ترامپ السر تویتر خو نویسیه ابتشت بوب وودورد پرتوکا ترس دا گوتیه بریناش علی وزیر بروانی جیمز ماتیس و سروکی دسته ارکان ارتش آمریکای جنرال جون کلی و هاتبو رد کرد توییت کردن دا ترامپ دخینی که بری یا ماتیس بلاف کرد کتله دا زانیرین وودورد دره به دخینه و دبجه که افدوری راستینه هر وقت ترامپ دخینی که جنرال جون کلی بلاف کرد که افجی گوتلن بوب وودورد دره به دخینه روزنامه واشنگتن پست یا آمریکی چند گوتلنش پرتوکا بوب وودورد بلاف کرد و دبجه که ترامپ فرمانده یا وزیر بروانی آمریکا دا که سروک سوری بشار اسد بکشه پشت کد سال 2017 دا چکین کیمیل خان شیخون گندوار ایدلیب بکارانی دو لوتکه تایران یا ولاتین گراندور ایران روسیه و ترکیه برمانجا گوتو بشکن کریزا سوریه دست بکر آژانس نووستی یا روسی سرزاری شرمندگی سروکی روسیه بلاف کریه لوتکه این یاد نابر سروکی روسیه ولادیمیر پوتین سرکومر ترکیه رجب طیب اردوغان و سروکی ایران حسن روحانی دا تایبت کریزا سوریه و جرانویسا ایدلیب دبه جوین دا وزیر دروایی حس ولات جی آمدنه برای جوین روحانی بیک و یک جی گل اردوغان و پوتین هفدتن پیکانی اف جوین دمک که ارتش سوری جمعه که با آمده کارین یریش سر ایدلیب دکن و هزه بر وی پرزگاه دشینه بری چند روزان وزیر دروایی روسی سرگئی لاوروف گفت اولگل هفکار خواهی ترک و ایرانی کار دکن جبو جدا کرنا چکدارین اپوزیسیونیش تروریستان وزیر دروایی ترکیش مولود چاوش اغلو را گیانده بو دانستاندن نوان بروسی و ایرانی سر رفش و ایدلیب بردوانه لی اگر یریش سر ایدلیب ببه دی کار سته که مروی رو بده اشالی که دن و امریکا و اروپا جل سرگر ایریش که کیمیش آلی رژیم سوری و سر ایدلیب هشیاری دای رژیم سوری مسکو و تهرانی هر وانو نری نتوین یک بوی یک تایبت بو سوری استفنده مستورا بانک هر دو سروکن ترکیه و روسیه کرد ریل بر کارست ایدلیب بگرن و رینادن اپراسیون الور دست بکن تو سینین یا امریکیل سرزمان هنجی در این روسی و گوستیه که روسیه دو جارارش امریکا را گوتیه ام و هیزن حکمت سوری آمدن نافچین دست هیزن امریکی دال ناف رجوع کردستانی و سوری بردومان بکن گوری تو سیدین امریکا هشیاری دای روسیه که نزدیکی نافچین دست ارتش امریکایی دا نبه اوش نافچین تنف یا سرپرزگاه همسه و دور بکبه برینها روسیه حکمت سوری دخوش امریکا کربون که هیزن خوش نافچین تنف درخینه لی امریکا بدخواست وان کرد شالی که دن و دناپیر اجوان اولی نافدولتی درباره رفش سوری جوینه که تایبت الدارخص و جوینی دا نونر امریکا نتوین یگرت دادنی که حلای گود پیامک مش بو سروکی سوری بشار اسد و همو اولی دخواستن چکین کیمی بکار بینن هیه تیام 18 من در باز بویدا من دو جاران لوی انجمانی گود اگر چکین کیمی بین کارانین امی برسی بدد و هر دو جاران داشی مگودن خواب چی کرد و ما بنگین رژیم اسد بردو مان کرد هر وا گود نهاشی از رژیم اسد و بارن ویج روسیه و ایران را بجم بی زحمت هیویان سر برسیب ندانم گرینادن حالای تکس کرد که اگر اسد چکین کیمی بکار بینه بر پساتیا وی کاری دستی روسیه دایه
کنگره که روزنامه‌نویس نونری نتوان یک بوی تایپت سوری استفن دمستور بانک سروکی ترکیه رجب طیب اردوغان و سروکی روسی ولادیمیر پوتین گرو کارست مروی کل نوچین حلب رقا و خوته روزلوت رو دایه بلال ایدلیبی رو نده دمستور دازدادین نوش بر چند هزار تروریستین جبهت النصره 3 میلیون ولاتین سیویل راستی کارستی ببن افتخینی دمستور دمه که دو هفتیا بوری فروکین جنگی ین روسی یریشی بنکین گروپین چکدارین اپوزیسیون سوری پراسکه ایدلیبی کربو ارتش سوری اف سریمه که از خال سینوری پراسکه ایدلیبی کمد که برمونج کدس اپراسیون ایدلیبی بکه هر دوی چرچوبای داشتی سروک امریکا دونالد ترامپ هشیاری دا روسیا ایران و سوریه و گود اگر یریشی ایدلیبی بکرن ترساوه های 300,000 کسین سیویل بین کشتن در بسیار پیشی دادواری یا میدیا جواتی سوسیال میدیا یا تویتر ویجای گادی دستیشان کرد گر مرجین تویتر بجینینن دکارن تویتر یا سروک امریکای ترامپ جی بگرن ویجای گادی آنیزمان که مرجین گیشتی ین تویتر هنو و اف مرج هرب کارینری یا تویتر را در باز به و اف مرج بو سروک ترامپ جی در باز بند سروک ترامپ میدیا جواتی تویتر با یک برفرب کارتینه و زیده 5 میلیون شوپینارین وی هنه رخنگری سروک امریکای دادن دیار کرن که ترامپ زمانک تند کارتینه و اف یک نلگور مرجین تویتریه و هیویت کن اکونتا ترامپ تویتر به گستن الولايات اليابانية ده انجام بيورين خزايد جارك دن كراسات قومي الياباني چرچمي هم ارتشك مزن بمزنايا 6 و 7 بلان ريختري تشبو و همجي بهوزا قابي كبهوزا كبيزة چند دورين وي ولاتي بو سدما زرارين مزن ارت حاجة 6 و 7 ريختر باكوري غرابا هوكايدو هجان دود انجام دا كيماني دو كسان جاني خوش دست دا هروا ارت لنك جان شقت و چند مالين ولاتيان هشان گوري آگايان چند کس جبن دابونه و هیچ تزانیاری سرچار نویسان نهایتی زانین جبر ارت حاجی دیزی که 3 میلیون مال ژاپنی به الکتریک مان سرک وزیر ژاپنی شینزو آبی راگیان دیه چند هزار کارمندان هیز نوخوی بوده و ارت حاجی هاتن شاندن دا کوپیراسیون رزگار کنن خلقی دا بش داربن آبی اروا گوتی اگر پیویز بکه حکومت ژاپنی دی هجمار وان کارمندان بو 25,000 کسان زیده بکه جبلی ارت حاجا کل گراو و قایدو چی بو بهوزه که پیس یا بنوی بهوزه گابیجی چند دورین ژاپنی گتیه و گلک زرار کیاندیه و وی بالاتی دنجا موی بهوزی داشت 11 کس ژاپنی جانی خوش دست دانه و 600 کسی در جبرین دار بون هر واش بر بهوزی فروخانه کان سایا پرسگه اوساکا جی هاتیه داخستن و هزاران کس فروخانه آسیمانه لزیا بی بهوزی گشته 216 کیلومتر ساعت که دا که دنجا میدا بانی گلک شمالان را کری و گلک اتومبیل جیل هفخستنه گدارین هیجا او بو وشانا دنگو بستنفتی که شهر 4 پرچه کردستانی و کردن دیاس برو هروا نوچین نانتوی جاره کردن هفتیاتی دیسل سروی ناونیشان بنجام نوچین هفتی که امی راستی های بین اومده کار رو برا دنگو بستنو یا رادیو رتزه بیلاس ترکیه حتی نی وشانا نو بمینید نو خیر و خوشی دا